و براتون چند دانه آلت کوین انفریوری را معرفی میکنم. سلام دوستان، خدا کنه که جور و صحتمند باشین. امروز در مورد بیت کوین، ایتریوم و اخبار جدید داخل بازار مالی صحبت می‌کنیم، خصوصا ارزهای دیجیتال و بازار سهام آمریکا. خبرهای بسیار خوب برای طفلا ما در آمریکا که هر کسی که داخل آمریکا تولد میشه $1000 تحفه میگیره از طرف ترامپ یا از طرف دولت میگیره و این تبدیل است به S&P 500 سهام برش میخرن. پول نقد نمیتن ولی سهام برش میخرن که بعد از این خبر سهام خیلی رشد هم کرد. میریم در موردش میخونیم زودتر که کدام سهام رو بخریم و اگر سهام بلند بره آیا کریپتو میتونه بالا بره یا نمیره. و یه اوردر به نام One Big Beautiful Bill هست که بعد از این وقتی که امضا کرد ترامپ بعضی قوانین داخل آمریکا آمده، در بخش اکونومی، در بخش کنترل سرحدها و در بخش تکنولوژی ویا آمده و همچنین به کسایی که در آمریکا تولد میشه $1000 S&P 500 برش میده، یعنی از سهام آمریکا را برش میده. و همچنین خبرهای نو دیگه ای هست و خیلی زیاد خبرهای دیگه هست که در موردش ما امروز صحبت خواهد کردیم. با خاطر ویدیوهای بعدی و تحلیل‌های بعدی حتما ما را سابسکرایب داشته باشین، زنگوله را فشار بدین و با دوستاتون شریک بسازین. تشکر از حمایت شما عزیزان. نوشته کرده که تمام طفلا در امریکا میتونه که $1000 آمریکایی را S&P 500 بگیره زمانی که اونا تولد شدن. خب چرا این کارا میکنن؟ چرا پول نقد نمیتن؟ به خاطر که میفهمن پول نقد اگه بده فامیلاشون خرج میکنن یا اینکه تورم پولاشون از بین میبره و این آمدن بهشون سرمایه گذاری در اول نشون میده. ببینین افغانستان و کشورهای سوم در چارت هستن و کشورهای را مثل امریکا و اروپا را ببینین. خب امریکا شروع کرده که برای طفلا از زمانی که تولد میشن سرمایه گذاری را یادآوری است. یعنی که طفل کمی کلان شد مادرش بهش میگه تو مثلا $1000 S&P 500 و چی است S&P 500 میاد موردش سرچ میکنه، میبینه که یک بازار است، یک کار است فلان مثلا. با می کاری که امریکا کرده شاید هزارها، ده ها هزار، میلیون ها نفر تریدر جدید برای خود ساخته باشه. یعنی که خب طفل از مورد ازی میخوانند، در مورد ازی آموزش میبینه، در مورد ازی فکر میکنه، اساسات می راه میره و می قسم است که اینا ثروتمندتر شده میره و ما بدبخت و بدبختتر شده میریم. یعنی طفلای خدا اینا از خردی میخوان که وادار بکنن به اینکه سرمایه گذاری یاد بگیرن. همون گپ اصلا که برای ما همیشه وقت کلگی فقط فلسفه میگه که بری کارا بکو، درس بخوان، آموزش ببین، فلان کو بسمدان بکو. درست از این در حالی که خودشان زندگی خود جور نکردن ولی برای ما تو یاد میدن که چیکار انجام باید بدیم. مثل امریکا ببینیم و طفلای خود از وقتی تولد میشه برش $1000 میده که داخل S&P 500 باشه تا زمانی که 18 ساله 20 ساله میشن. 20 سال زمان میبره، هم پول از چند برابر شده، هم سرمایه اولیه برای جور شده و هم ذهنیت از تغییر کرده. چون میفهمه $1000 یک وقت داشت، مثلا 10 سال بعد قبل داشت، 10 سال تیر شده، طفل 10 ساله شده، 15 ساله شده، 15 سال بعد $1000 تبدیل به شاید $5000 $10000 آمریکایی شده باشه و بعدش فکر میکنه خب من که تولد شده بودم 1000 برای من داده بودن، حالا 1000 شده 15000 شده 10000. پس به این مناسبت بازارها خوبتر است. میرن اساسا شروع میکنن کارا، شروع میکنن ترید، شروع میکنن سرمایه گذاری و به این شکل است که مغزای از اینا رشد میکنه. اگه شما هم طفل دارین پیش از اینکه آمریکا برش بخره شما حتما برش بخرین. و خبر دیگه ای است که تون کوین، کسی که اگر تون کوین داشته باشه برای 10 سال ویزیت 10 ساله دبی میتونه که بگیره. شما باید $100,000 تون برای 3 سال استیکش باید بکنین. 10 سال ویزه گلدن دبی میگیرین و فامیل تون هم میتونین که اونجا ببرین و 35000 ازی مربوط دولت میشه، منفی میشه. ماسیو فور کریپتو اداپشن و یک خبر بزرگ برای تون است و خبر بزرگ برای تمام کریپتو است که دولت‌های مثل امارات که اینا همیشه وقت دنبال تکنولوژی هستن، دولت‌های مثل آمریکا که فعلا ببینید چی کارا انجام دادن، اینا اساسا داخل کریپتو میه. ارز تون کوین زمانی که کار میشه بسیاری مردم میره این کار انجام میدن و ارزها رو میخرن و قیمت تون کوین میتونه که بلند بره، هم بلند مدت و هم کوتاه مدت این کار انجام میشه. شاید کوتاه مدت بعضی بازخورد منفی داشته باشه ولی بلند مدت میتونه که کوین بالاتر بره، چون ببینین دولت ها قبولش داره. حالا گارانتی وجود نداره ولی امکان زیاد داره. ETF را اگر ببینین تاریخ 3 جولای آخرین بار بوده که بلک راک 224 میلیون خریده و فیدلیتی 237 میلیون خریده، 15 میلیون 114 میلیون ARK خریده، دیگه به نام هودل کسی 4.7 خریده. یعنی در مجموع 601 میلیون دلار اینا خریدن بیت کوین و در یک روز قبلش 407 میلیون. چون در چند روز بازار آمریکا بسته است، از اون خاطر داده‌های جدید نامده، از اون خاطر نمیتونیم چیزی بگیم. و توتال اگر صحبت بکنیم 52000 دانه بیت کوین بلک راک خریده و مکملش 49622 دانه بیت کوین تمام ETF ها خریده. این چارت از است که بیت کوین خریدن از زمان شروع کردن. ببینید از جنوری 19 جنوری 2024 که 1179 دانه بیت کوین خریده بودن که با قیمت بیت کوین خیلی پایین بود و فعلا هم آمدن تقریبا به 50000 دانه بیت کوین است که خریدن و این هم نشان میده که کدام شرکت یا کدام ETF چقدر از این کوین ها را خریده. مثل بلک راک سیاه است که زیادترینش سیاه داره، توتالش هم که سبز نشان
نشان میده برای ما. وان ایک که زرد خیره داره، فیدلیتی است، ایارکا است و نام گریسکیل است که زیادترش هم بلک راک داره و بزرگترش هم بلک راک است. و گریسکیل منفی نشان میده، یعنی که آمده با فروش زیادتر فکر کرده تا اینکه بخره، ولی بلک راک از اون که زیادتره که فروخته خریده پس دوباره. اگر دانه‌های بیت کوین ببینید چیز تغییر خاص نامده، فقط رو به کاهش از روز به روز و هر قدری که رو به کاهش باشه به من اندازه با فایده بازار است دانه‌ها کم میشه و قیمت میتونه که بالا بره. بریم چارت خود بیت کوین ببینیم، بریم چارت تحلیل میکنیم، بلند مدتش روزانه‌اش میبینیم. ببینید روندش روند سعودی است از تاریخ 7 اپریل که روندش سعودی است و سقف و کف بلندتر زده. و ما مطمئن هستم که سقف و کف بلندتر از اینم میزنه و اینجا میتونه که مثلا 14000 یا 15000 تاییدی بده برای ما و قیمت بالا بره. و اگر در بخش لیکویدیشن ها ببینیم، ببینید پایین قیمت های 7000 یا برسه، لیکویدیشن 170 میلیون، 150 یا لیکوید اوریج 200 میلیون. ولی اگر قیمت بیای بالا و طرف چند به طرف ETH جدید خود بیایه، طرف 11600 دلار برسه، 398 میلیون دلار لیکوید میشه و بالاترش 108 میلیون، 114 میلیون، 118 میلیون و به این شکل زیادتر داره. اینجا ما ایج لیکویدیشن نداریم، در پایین لیکویدیشن 200,000 یاد داریم که اگر قیمت به پایین میتونه که تا قیمت 16000 یا 5000 این قیمت ها بیایه و از اینجا پس دوباره لیکویدا را جمع بکنه. زمانی که بازار به اینجا رسیده بود لیکویدیشن اینجا وجود داشت 420 میلیون دلار، قیمت این بالایی وجود داشت. قبل از تاریخ 1 جولای لیکویدیشن 420 میلیون دلار اینجا وجود داشت و قیمت بود در سقف خود اینجا. قیمت چی کرد؟ پس دوباره آمد اینجا لیکویدیشن را جمع کرد، دیگه هم پایینتر رفت، تمام لیکویدیشن که اینجا بود 300 میلیون 200 میلیون جمع کرد و از اینجا شروع شد به اینجا لیکویدیشن جدید. لیکویدیشن که 410 میلیون، 418 میلیون، 400 200 300 میلیون دلار اینجا لیکوید بود و از اینجا شروع کرد قیمت پس دوباره بالا رفتن و بعدش حالا اینجا به خاطر که مردم شورت گرفته اینجا شورت گرفته، لیکویدیشن آمده 389 میلیون دلار، 85 میلیون 98 146 140 272 میلیون دلار اینجا لیکویدیشن وجود داره، یعنی قیمت 11500 یا 12000 شوه اینی مناطق تمامش لیکوید میشه و بازار همیشه وقت دنبال لیکویدیشن است و قیمت همیشه وقت رو به طرف میره که مردم لیکوید بکنه. کار صرافیاست و کار است که تمام سرمایه‌گذارای بزرگ همین کارا میخواد و پول از جیب کسایی که لیورج بالا گرفته، از جیب کسایی که نمیدونن بیارن به جیب خود و از این خاطر ما میگیم قیمت میتونه که بالا بره به خاطر لیکویدیشن خیلی قوی ما در بالا داریم. اگر هم پوینت بیا میتونیم که اکسپکت بکنیم تا قیمتای 15000 15200 15000 یا 4000 بتونه قیمت پوینت به از اینجا پس دوباره قیمت بره به طرف ETH جدید خود برسه. حالا اگر بین داخل چارت اگر قیمت پس به 15000 شوه میتونه بین قیمت ها باشه که میتونه ما یک مقدار خرید بزنیم باز دوباره که قیمت اگر اینجا به لیکوید میشه تقریبا 300 400 500 میلیون دلار و از اینجا پس دوباره بازار باید بالا بره. و کجا بالا بره؟ اینجا قیمت 11000 یا 12000 اینجا ETH قبلیش بود، درست از اینجا ETH قبلیش بود و از اینجا اگر بالا بره همه گیره لیکوید نکنه که ترند لاین خودن رو بالا شکستانده و اینجا میتونه که تقریبا بالاتر از حالا میتونه که تا 1 میلیارد دلار اینجا به لیکوید بکنه. اینجا چند درصد باید بالا بره بازار که اینجا لیکوید شوه؟ حالا میریم چکش میکنیم و این کار است که صرافی همیشه وقت انجام میده، بخوای نخوای کار شدنی است. از اینجا اگر شروع بکنید تا اینجا مثلا 4% دیگه کافی است قیمت بالا بره و میلیارد دلار لیکوید شود. 4% دیگه اگر بسیار قیمت به پایین فرض کنید که بازار میخواد نابود شه یا 5000 به مثلا اینجا برسه، از اینجا تا اینجا 8% دیگه قیمت اگر بالا بره 12000 میشه، میلیاردها دلار لیکوید میشه. کسایی که شورت گرفتن لیکوید میشه، کسایی که لیورج های بلند گرفتن زودتر لیکوید میشن و این پولا اونجا مایده جمع شده رسته. فرض بکنین 1 میلیارد دلار، 1 میلیون تریدر شورت گرفته، پوزیشن های خود بسته نمیکنن، نمیفهمن چی کار بکنن، نمیفهمن کدام کار انجام بدن تا اینکه منیجمنت ریسک داشته باشن. اگر قیمت پایین اومد استاپ لاس خود پایین برن تا اینکه ضرر زیاد نکنن، قیمت پس بالا لیکوید نشن و خوشبین به این نباشن قیمت هی باید پایینتر بره. و همین سایکولوژی است که یک تریدر متمایز میسازه از تریدر دیگه. اگر تو نفع میاره پول خود به این سادگی از دست میدی و به این شکل من دیتا رو میبینم، به این شکل صرافی‌ها میبینم، به این شکل همه کسی دیگه میبینه و به این خاطر من براتون رأی نمیدم که اول خو از لیورج استفاده بکنین. اگر استفاده میکنین حتما باید مدیریت داشته باشین. و S&P 500 ببینیم بعد از این خبر کامت ETH زد، بعد از این خبرهای کامت از او قبل ترای شروع کرد رو بالا رفتن و ETH زده و فقط با می خبرهای کامت از اینجا یک گپ معاملاتی با کرد و 0.86% بالا رفته. ببین همیشه وقت زمانی که S&P یا رفته و ETH زده، بیت کوین از پشت سرش ETH زده، ولی دفعه قبل اول بیت کوین ETH زد بعدش اینا رفتن ETH زدن. حالا بریم ببینیم میشه چارتاشون خیلی زیاد با هم
تفاوت آنچنانی خیلی بلند ندارن و تقریبا یک شکل حرکت میکنن. ببینید چارت S&P است، چارت بیت کوین است. وقتی S&P پایین میره بیت کوین هم پایین میره، وقتی S&P بالا میره بیت کوین هم بالا میره. و اینجاست که اینا دیگه یعنی یک رنگ کار نکرده رسن، بدون شک پس دوباره کار میکنه، یک رنگ میشه و اینجا ایتیج زده و بیت کوین تا ولی ایتیج نزده. لیکویدیشن تمامش بالاتر از 12000 یا 11000 قرار داره. S&P رفته ایتیج زده ولی بیت کوین هنوز نزده. پس به این مناسبه که S&P همچنان ایتیج خود ادامه دار می داشته باشه، یعنی قیمتش بلندتر میره و بیت کوین تعقیبش میکنه. حالا اینجا ببینیم بعضی زمانا کم تاخیر وجود داره. مثلا اینجا ببینین S&P شروع کرد به ریختن، بیت کوین هم همچنان ریختن و آمد تا این منطقه. S&P زیادتر ریخت ولی بیت کوین نریخت. پایین میتونین بیت کوین ببینین، قیمت آمده پایین ولی بیت کوین شروع کرد رو بالا رفتن. اینجا این یه رنج میزنه و بیت کوین بالا رفته تا زمانی که بیت کوین ایتیج زد دی قیمت ولی نزولی بود. بعد شروع کرد صعودی شد و بیت کوین هنوز ایتیج خود نزده. و اگر روندشون رو ببینید تقریبا روندشون یکسان است. از سالهای مثلا اینجا رو ببینین روند بیت کوین زیادتر پایین رفته بود ولی روند S&P زیاد پایین نرفته. اینجا کفایشون بود، کف اردویش بود و قیمت بالا رفت. یکی دیگه خود تا نمیفهم تا ایتیچ ها امرایی کردن و فعلا از امرایی نمیکنن که دیگه خدا اینم به خاطر است که خبرهای از این دو دانه فرق میکنه. بازار ازی باز بوده، خرید زده شده ولی بازار بیت کوین فعلا بسته است. داخل بازار امریکا اردوشون بسته است و ببینیم که بازار امریکا روز دوشنبه باز میشه، ببینیم که چی کار انجام میشه. ولی من بولش هستم بالاش به خاطر که همه چیز برای بیت کوین بولش است. اینجا قیمتش اگر بالا بره ببینید بازار سقف و کف بلندتر زده است. اینجا کف بلندتر اینجا آمده از این سقف کرده، سقف بلندتر زده، سقف بلندتر، کف بلندتر نسبت به اینجا و اینجا سقف بلندتر نسبت به اینجا زده. یعنی تمام کسایی که اینجا شورت گرفته بوده یک بار لیکوید کرده پس دوباره کف ساخته است. اگر کفش ادامه دار باشه میتونه قیمتش بالا بره الک 12000 اینجا بزنه بازار و به این شکل میتونین که شما سرمایه گذاری بکنین و از بازار فایده بگیرین. ایتریوم همچنان فعلا ببینین کف بلند، سقف بلند، کف بلند، سقف بلند، کف بلند بزنن، سقف بلندگیش $2700 آمریکایی می باشه. وقتی 2700 برسه برش ساده است که بیاید و قیمت 3000 و 2900 یارا بگیره. اینجا هم بزنن ببینین بازارتون نیست که یک دفعه قیمت اینم تو بالا بره یا تیر بره به طرف بالا به شکل بالا بره. نمیشه نه، بازار میاد سقف میزنه، کف میزنه، سقف میزنه، کف میزنه، باز بالا میره، باز پایین میره، باز بالا میره. در وقت متوجه میشه که بازار $3000 آمریکایی شده هر دانه ایتریوم. ارزایی که میخواستم برای شما معرفی بکنم یکیش هم خود تون است. میتونین که اینجا ببینین مطابق واچ لیست نداشته باشه. تون USDT داخل صرافی بایننس چون بزرگتر است از همش کده و بعد از این خبر که آمد 8% تون کوین تانسته که رشد بکنه و به نظر من یک مقدار اگر خرید بزنیم منطقی به نظر میرسد چون مناطق تقاضایش از این زیادتر نفهم که اینو ما چی وقت کشیده بودم برازی مناطق تقاضایش میتونم به حساب برسه و قیمتای بلندتر ببینه. زمانی را میتونم بخریم که روندش ادامه دار باشه. ببینید با یک گل بهار نمیشه. اگر قیمت اینجا کف بلندتر کف پایین آمده که این قدر خوب برش نیست. حالا اگر این روند ادامه دار باشه مثلا بیا اینجا سقف بلندتر و کف بلندتر بزنه بعدش اینجا با تاییدی میتونیم که لانگش بکنه و یکم که بخریم. مثلا اینجا میبینیم بازار رفته بالا ولی پس دوباره بازار نزولی شده. چرا نزولی شده؟ به خاطر که فروخته شده. روان هنوز معلوم نیست که به کدام طرف روان است. 100% ببینین از اینجا تا اینجا چقدر 5% واکنش منفی نشان داده. اگر هم بیایم بخرم به این قیمت میتونم که قیمتای مثلا 2.90 بخرمشه. 2.90 اینجا می باشه، 2.90 تقریبا اینجا می باشه که من بیایم این ارز بخرم و فعلا منتظرش می باشم که روند نزولی روزانه‌اش ببینم. اگر تاییدی برام بده بعدش من میتونم که بخرم. مثلا ببینید روندش اینجا تاییدی داد، روند روزانه‌اش نه، سقف و کف بلندتر اینجا روندش تغییر خورده بود، منطقه تقاضایش بود و قیمتش تونست مثلا تا اینجا 45% بالا بره ولی بعدش روند نزولی شروع شد. اینجا منطقه فروشش بود، منطقه عرضهش هست و اینجا اساسا باز دوباره خبرهای خوب اومده رسه و منطقه تقاضایش هم به حساب میرسه که بعد از تاییدیایی که ما ببینیم میتونیم که وارد شویم و قیمتای مثلا 4.3 یا هم قیمت‌های مثلا 4.47 با 51% فایده برایم. زیادترش ما هولد نخواد بکنم چون منطقه ارزش اینجا میرسه و به نظر من منطقی نیست که زیادتر هم هولدش بکنم. یعنی با 50% فایده 4.43 میتونم بفروشمش و
زیادم نگاهش نمیکنم تا اینکه برای من یک تاییدی اینجا نتا بعدش قیمت بالا بره، بعدش اینجا که تاییدی داد من میتونم که وارد شم، نه اینجا که بخرم و امیدوار باشم که خیلی بلند میاد تا اینکه من نفهم پروژه خیلی زیاد خوب است. ولی سودای 50% بد نیست که آدم بگیره از بازار. و ارز دیگه به نام اواکس است. اگر شما نمیفهمید در مورد این حتما تحقیق داشته باشین. ارز اواکس یکی از بهترین ارزها است و فعلا در منطقه تقاضای خود قرار داره. اگر روندش سودی شود سقف کف بلندتر ما ببینیم اینجا میتونیم که یک پله وارد شویم یا هم قیمت $17 وارد شویم. یکی از بهترین ارزها می باشد. تا این فریم هفته‌وار اگر ما بریم چک بکنیم اینجا بود ما یک بار خریده بودیم اواکس و باز دوباره به قیمت ها رسیده، تقریبا 500% فایده را گرفتیم. اگر از اینجا ما شما بخریم و قیمت بتونه که تا نزدیک به سقف قبلیش باشه میتونه که 100-200% فایده را بده و قیمت های $50 بریم سوداش بکنیم. و این دو دانه آلت کوین رو شما پیشنهاد میکنم حتما قبل از خرید برین در موردش تحقیق بکنین، بعدش برین بخرین، چون امکان داره که به این شکل ریزش هم داشته باشه، به این شکل بالا میره و قیمت های $145 هم دیده. حتما قبل از اینکه بخرین برین در موردش تحقیق بکنین. اگر میخواین این ارزها رو بخرین داخل صرافی بایننس شما با شکل بسیار راحت میتونین بخرین، لینکش در پایین است و این هم QR کدش هست. اگر میخواین فیوچرز بازی بکنین یا لورج بگیرین که پیشنهاد نمیکنم، ولی اگر شما میخواین داخل صرافی KCX میکسی میتونین این کارا بکنین. اگر در اروپا هستین، اگر در افغانستان هستین داخل صرافی بایننس همین کار انجام داده میتونین. این داخل صرافی بایننس شما میتونین که فیوچرز بازی بکنین، ولی پیشنهاد نیست تا زمانی که تجربه خوب نداشته باشین. این بود تحلیل دو دانه آلت کوین و تحلیل بیت کوین و اتریوم که قیمت‌های بعدی چی خواد بود. من خودم شخصا بولش هستم، یعنی گاوی هستم بالای ارزهای دیجیتال، خصوصا بیت کوین و اتریوم. فعلا اتریوم زیاد خریدیم، بالاتر از 11-12 دانه اتریوم در چند روز گذشته خریدیم میشه و خیلی زیاد امیدوار هستم که قیمتش میتونه که بلند بره. و قبل از اینکه شروع بکنین تریدینگ حتما آموزش ببینید. اگر نمیفهمی میتونین پلیلیست 0 تا 100 ما رو تعقیب بکنی، اونجا همه چیزا برای شما شرح دادیم. اگر در مورد صرافی‌ها مشکل دارین داخل پلیلیست صرافی‌ها برید و اونجا میتونین که 0 تا 100 صرافی‌ها رو آموزش ببینید. اگر در بخش کریپتو چیزا نمیفهمین و فکر میکنین که معلوماتتون پایین است، داخل پلیلیست 0 تا 100 شوین و اونجا آموزش ببینید. و ویدیو را کوشش بکنین که از نمبر اول از اول پلیلیست تا آخر تماشا بکنین، یعنی نمیشه که من شماره وار بتون برای شما از ویدیو اولی که برای شما گذاشتین تا آخر میتونین ببینید. شب و روز خوب خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما.